درود بر دوستان. منطقه زیبای دلفارد در 30 کیلومتری شمال جیرفت، منطقه منحصر به فردیه. جیرفت منطقه گرمسیریه که درختان خرما، مرکبات و انبه گرمسیری و سیفیجات هست. ولی 30 کیلومتر که میای بالا به سمت شمال میایی، این منطقه زیبای کوهستانی و سردسیریه که همینجور مشاهده میفرمایید. درختان سردسیری هست که این انگور، زردالو، شما مشاهده میفرمایید، زردالو، گردو و این درخت هم که گیلاس هسته. به همین خاطر اسم جیرفت رو شهبانو گذاشت هند ایران، چون منطقه 4 فصلیه. الان 30 کیلومتر که میره به جیرفت میرسی باید با لباس یه تکپوش بگردی که به خاطر هوا گرمه. 30 کیلومتر میای بالا به سمت شمال باید لباس گرم بپوشی که خیلی سرد هسته و منطقه زیبا و منحصر به فردیه. اگه خوشتون اومد که منو سابسکرایب کنید و منو حمایت کنید. از حمایتتون سپاسگزارم. مرسی، ممنون.